یه میلیاردر پسرشو برد بالای کوه و ازش پرسید اگه کل این منطقه رو بهت بدن چه جوری ازش پول در میاری؟ پسر یه لحظه فکر کرد و گفت یه مزرعه پرورش گاو راه میندازم. مردم برای گوشت با کیفیت پول خوبی میدن. درآمدش هم ثابت و مطمئنه. پدر سرشو تکون داد و گفت این هوشمندانه نیست. درآمد یه مزرعه با آب و هوا و نوسانات بازار بالا و پایین میشه. 30 سال کار میکنی و با یه فصل بد همه چی از بین میره. بعد به بلندترین نقطه کوه اشاره کرد و گفت باید چند سطحی فکر کنی. سطح اول یه چیز واضح و ساده. اون بالا یه اقامتگاه لوکس میسازیم، مخصوص آدمای پولدار که میخوان یکم استراحت کنن. چند تا اینفلوئنسر معروف رو هم دعوت میکنیم تا چند روزی رایگان بمونن. اونا از خداشونه که از همچین جاهایی پست و استوری بذارن. تبلیغ مجانی. این مکان خیلی سریع تبدیل میشه به جایی که هر کسی بخواد کمی از دنیای شلوغ فاصله بگیره میره اونجا. چشمای پسر برق زد. عالیه. خیلی پول میتونیم ازش در بیاریم. پدر گفت این فقط یه تومه است. الان باید بریم سراغ لایه دوم. یه اکوسیستم میسازیم. با بهترین املاکی ها شریک میشیم و جاده اختصاصی میکشیم. یه در ورودی بزرگ و یه مرکز خرید درجه 1 میسازیم. بعد برای ورود بلیت $200 میفروشیم و برای شرکت ها طرح تخفیف میذاریم. اگه در سال 10,000 بازدید کننده بیاد، این دیگه فقط یه اقامتگاه نیست، یه بیزینس چند میلیون دلاریه. چند لحظه سکوت کرد تا پسر حرفشو هضم کنه. بعد ادامه داد حالا لایه سوم. در اصلی رو چند کیلومتر قبل از مرکز خرید میذاریم. خیلیا بی‌حوصله‌اند و حال پیاده روی تو سربالایی رو ندارن. پس بلیت شاتل برقی ما رو میخرن. ما خدمات شاتل رو اداره نمی‌کنیم. اونو به یه شرکت حمل و نقل میسپریم و در ازاش سالی $4 میلیون ازشون میگیریم. قرارداد 5 ساله. یعنی 20 میلیون تضمین شده بدون اینکه خودمون کاری انجام بدیم. پسر با تعجب به کوه نگاه کرد. انگار تبدیل شده بود به یه صفحه شطرنج. از پدرش پرسید چجوری میتونی همه اینا رو از قبل ببینی؟ میلیاردر لبخند زد. وقتی بچه بودم پدرم برام داستانایی با موضوع استراتژی میخوند. یه درسو همیشه تو ذهنم حک کرد. وقتی مثل بقیه فکر کنی نمیتونی امپراتوری بسازی. ما یاد گرفتیم خطی فکر کنیم. اونقدر درگیر منبع اصلی درآمدمون میشیم که ایده ساختن چیزای بیشتر خسته کننده به نظر میاد. اما قضیه راجع به بیشتر کار کردن نیست. تو فقط باید یاد بگیری متفاوت فکر کنی. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کارو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.